والله ای خدای مهربان، یاران در کشور ایران اسیر ستمکارانند و مبتلا در دست هر جاهلی نادان. ای پروردگار، کار گنهکاران را مپسند و دست تطاول ظالمان را کوتاه فرما. نفوس را هدایت کن و بدخواهان را خوشخو فرما. ظالمان را عادل کن و لییمان را بیدار نما. اسیران نفس و هوا را آگاه کن و مقید غل و بغضا را رهایی بخش تا یارانت در مهد امن و امان آسایش یابند و از دست درندگان خلاصی جویند و به آنچه سزاوار درگاه احدیت است قیام نمایند. تویی مقتدر و توانا و تویی عزیز و کریم و مهربان.